سرخط خبرها: حزب الله به اسرائیل حمله کرد. اعلام وضعیت اضطراری در شهرک‌های اسرائیلی. افشاگری تازه نیویورک تایمز: اسرائیل به سران حماس نزدیک هم نشده است. و تلفات اسرائیل در حمله زمینی به غزه اعلام شد. درود بر شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی بسته خبری ایران پست. من به اتفاق تیمم با مشروع اخبار در خدمت شما هستیم. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. حزب الله به اسرائیل حمله کرد. اعلام وضعیت اضطراری در شهرک‌های اسرائیلی. ارتش اسرائیلی دقایقی پیش از فعال شدن آژیرهای خطر در شمال سرزمین‌های اشغالی در مجاورت مرز جنوب لبنان و شمال اسرائیل خبر داد. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای کوتاه بدون افشای جزئیات بیشتر از فعال شدن آژیرها در شمال اراضی اشغالی خبر داد. خبرنگار الجزیره در این باره گزارش داد آژیرهای هشدار در گیبوت مسعون آمون در مرزهای شمالی اراضی اشغالی به صدا درآمدند. حزب الله لبنان پیشتر از هدف قرار دادن نیروهای صهیونیست در داخل خانه‌ای در روستای المطلع در جنوب لبنان خبر داد. حزب الله لبنان روز شنبه در بیانیه اعلام کرد مبارزان مقاومت اسلامی حزب الله در پاسخ به شهادت تعدادی از غیر نظامیان در روزه گذشته عصر شنبه در کمینی سربازان دشمن صهیونیستی را داخل یکی از منازل شهرک المطلع متولا هدف قرار دادند و تلفاتی بر جای گذاشتند. افشاگری تازه نیویورک تایمز: اسرائیل به سران حماس نزدیک هم نشده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشت که حملات تل‌آویو به نوار غزه تاکنون به نابودی صفوف رهبری ارشد و میانی حماس حتی نزدیک هم نشده است. روزنامه نیویورک تایمز بامداد یکشنبه گزارش داد که آمریکا در تلاش است تا بمب‌های کوچک بیشتری را به رژیم موقت صهیونیستی ارائه کند تا با آنها نوار غزه را هدف قرار دهند. مقامات آمریکایی و صهیونیستی به این روزنامه گفتند 400,000 فلسطینی در شمال نوار غزه باقی ماندند. ما چندین گام را برای محدود کردن تلفات غیر نظامیان در عملیات نظامی اسرائیل در غزه شناسایی کرده ایم. بر اساس این گزارش دولت واشنگتن به رژیم تل‌آویو گفته که سران حماس را هدف قرار دهد، اما هنوز مشخص نیست که چقدر موفق بودند. نیویورک تایمز به نقل از منابع مذکور نوشت عملیات اسرائیل تاکنون به نابودی صفوف رهبری ارشد و میانی حماس حتی نزدیک هم نشده است. در این گزارش آمده است مقامات آمریکایی معتقدند که هرچه تعداد کشته شدگان فلسطینی بیشتر باشد، فشار برای پایان دادن به عملیات نظامی بیشتر می شود. تلفات اسرائیل در حمله زمینی به غزه اعلام شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 4 تن دیگر از سربازانش که یکی از آنها فرمانده گردان بود در عملیات زمینی در غزه کشته شدند. با کشته شدن این افراد تعداد کشته شدگان ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله زمینی به غزه به 29 نفر رسید. بر اساس گزارش ارتش رژیم صهیونیستی تعداد افسران و سربازانی که از آغاز عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند به 345 تن رسیده است. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا شنبه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده تعداد کشته شدگان ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 2 برابر میانگین کشته شدگان در جنگ غزه 2014 است. نیروهای القسام شاخه نظامی حماس آمادگی و قدرت بیشتری نسبت به سال 2014 دارند. از سوی دیگر یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شنبه مدعی شد ما برای پیروزی در غزه آماده هستیم حتی اگر این امر 1 سال زمان ببرد. وی گفت ما امروز درگیری‌های شدید و دشواری در غزه داشتیم و نفوذ زمینیمان را گسترش دادیم. گالانت ادعا کرد حماس حملات شدیدی را از جانب ما متحمل شد و ما دستمان به السنوار فرمانده جنبش حماس در غزه خواهد رسید و او را خواهیم کشت. گالانت گفت روزهای بسیار دشواری در پیش داریم. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود ما تصمیمی برای ورود به جنگ با حزب الله نداریم و اگر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشتباه السنوار را انجام دهد عواقب آن برای لبنان وخیم خواهد بود. از همراهی صمیمانه شما عزیزان بسیار سپاسمندیم. ساعت خوشی را پیش رو داشته باشید.